رمضانی چه کار شده اشتنه؟ ایزه شده بیخی حال نداره گوشای لطکونه شده میته بیخی بیال اصلا که رنگ پیدا و زرده وقت بودی فینال مادر ما گفته بود پیش گیلک بگرسه که ایزه شده ایزی رو بگیر 2 روز 3 روز میشه اصلا خرج و خوراک بفتاده همه رمضانو که از این دیگر رو بیاره بال میگی برای چطور که بال میگی پیش بیا پاس خود است خود اگر که گرمی بپراده وکلی تو همین به دست خمیته بگیره این لگن شیشی همی آوردم میشه گفتم بخور چه باردم نرو خانی هم هسته چکو برای چکو تعبیر تو خورد نه گیار میشه دل تو بالا ما همین سرم یک شد خوبه همین یخیه دیگه سر تو بال میآیه دیگه همین رمضان تحصیل داره رمضان همین دگمه خانه رو کو خوب دگمه خانه رو کو اینا کم یختر است یختر برو جمعه یک سکو تو یک دگمه بس اشتی یخ اینا یخ دیگه پس دگمه خانه بسته کو پس دگمه خانه بسته کو دگمه خانه بسته کو شما بله میبینی آن گپ میزنه بودم بیخی حال ندش خب چیز میزینی در لطمته چی؟ یاره میگی لگ نباشه این بچه ها تازی هم بین میرن خدا بیامرزه بیبی من روز کرد وقت ایزه و ایناه بیبی من میگفت بیبی جو زحمت کش راست و لقمه نون علا رو بگیر که بیایه من گفتم بیبی از شغل شما شغل علارتر نداریم خب انا رو باشه تا ساعت انگار که کاسه شد نه مشکل نه برو خب رمضان برده برو سیه برو برو گپ پینی باشه برو دیگه تو برو دیگه باشه دیگه نفسی تو کنم برو دیگه نه نمیشه برو باشه با او تا گیلن چیز نمیشه با او تا اقدام به دل خود چیر کشی کسه که با ما پیش برو خود دیگه نه یا نمیر چی؟ نه دیگه انشالله خوب میشه برو یک وعده دیگه هم اگه بیارم چکار میشه ایزی پونگا بیت شده برو جو پونگا بیده رمضان ایزی پونگا بیت یه نال تا بسترا خوب بره بفهمیدین این سر تو سعی که تو امشب مادر تو به تو کمک تخم شد و کروی علیره چیزه خب سعی که تو امشب برو کمک مادر از این لنگ مرگ مرده بستونه لنگ مرگ مرده اینا بست بنده به تا شولا بفهمیدی 2 سیر فلفل هم بریز فلفل تازه باشه فلفل تون نه شیرین بفهمیدی 1 کیلو هم سیر میده کو بنده اینا رو بندازه نه انا قرار که دیگه بخور که گرمی از جون تو بپره وقت برو جیری حالا جیتر شد اگه بیتر نشد یک دفعه دیگه همون بیارم بیارد برو اینا کی به جون تو دست نزنی دیگه تو کی باشه عفو شد همین تا هم خیلی شدی میفته که برو پس بسته کنم من بی چیزی ندارم تازه نکنم برو تازه کنم اینا رو دیگه برس که ما تازه شد این لیته میفهمی که بیتری کمی زرار شد برو ببینی که اونو آتیش کنید دیگه لگ از حال نیه برو این میراث بیوی من است تو کنیه تو تیار بشی بیا دل تو بالا ما همین بالا ما گم باش برو جدید و دکتر بکنم کجا بودی رمضان همین برار محمد ایزه شده روی ببردم پیش گیلک که ایزیر بگیره حالا میبرن روی بسرم نکن مال اینو خطا میکنه کار نگیم کار نگیم شده بود گیلک یک آدمه که دستی و کموق در بطر سر از این نخوری تیاره شفای واقعیت نوبیقی یک گیلک به حساب کارو
دیگه چیکار واقعا گیلک از بیبی خوی کاریال گرفته بیبی او که بودن به مورد زمانهای که کلونا بودن قصه میکردن گفتم این بچه‌ها که ایزه میشدن به پیش میبردن این فقط همین دسته که بهم دست دادی میرسید تکیون لالا قدیم دکتر کجا بوده؟ نبود واقعیت همه می ایزه بگیر مثلا شکسته بند بوده دیگه بوده نمینا بوده ما شما شکر بکشین که ان یعنی از بیبی خو یک چیز یاد گرفت الان اگمی بچه‌ها ما یا برارا ما یک کدومی از ما دو روز نه خرج و خوراک بافتاده و مکتب نرفت خیر بینی اما با دکتر ببری بازار پیتیار نمیشه چند داده پیش نپدی بریو 100 کو خلاص ان ازمی پیش برو بله بریم خدا شفا این از برار من دیگه دوست میگه با مکتب برو خب بریم بخیر باشین خدا یار بشین چند خریدی؟ گیر به 150 روپیه چی کردی با چند خریدیم با من کو کتیاری کنم برای بعد پرسو دیگه میبینی باید که به سران نبا گفتم و باقچه خدا کنم و باقچه هم باشه آخه نوشته برسیدیم نمیدونم باقچه دیگه میره بلکه دیگه با باقچه باشه آخه بله الله خوبی خیریت سلام علیکم اندن آباشی میشتنه خیریت جانجوله خودم شما گفتم با باقچه همین بچه من ایزه شده کینه کجیره بیاریم بیاریم خیر بینیدم شما میجه هستید بیاریم کجا بدر شد نمید خیر بدونش میری نمید خیر دامنو داره بسته دیگه لیلا چند روز میشه خاله جون چرا وقتر نوردیم وقتر دیگه گفتم باشه که تاکی بیتر شد دیگه میچی بیتر نشد کجی میتونه استاده شه نه بکن تو یک دقیقه میگم خاله جون استاد کنیم این ایزی بلگه بیت شده استاد شد دیگه کمک خود راست بگیره استاد شد حالا میتونی دست خود تسر بگیریم سلام خوب دست خود یکی بگیریم خاله من یک دستمال بسته میکنم به شرطی که شما دستمال من بیاریم جمع بسته که خاله گم نمیشه دست خالی آره استاشو نفتکه کجی یک دیگه نفتکه استاشو یک دیگه سر خود تابلا نکن دیگه بسم الله افتاده خب خاله جان فکر کنی این باید میته تو از صبح تا با خفتن تا دمی که خوب میشه خب این میته سپرده ببریم و بغل کنیم که این همین بلگا و سوستا بوی همین بلگا درخت بلگا بیت بفهمید اینا بلگ لیلی مجدونه اینا بوی از اینا عجون نره فقط اینا بعد میتی اکسره اینا رو بوی کشه که تر تازه شه چی پارز میدی؟ چی نخورم مثلا؟ پارز فقط بزید
یک چیز نخوره تورشی بلگه بید خوب تورشی سرکه نخوره دیگه تورشی بونجول فقط هر چیزی دیگه بخوره خوب او یخ اینجا هم نه بگه سیو یخ نخوره نشون بده و یخ نماری بریم خوب خب ببینی خاله بریم این دیگه نیارم با چی؟ اگر بیتر نشد بیاریم خوب بغل خوب بریم نه بیا طول دیگه باشه باز من رای میکنم رای میکنی کمی بیتر باشه خود که تیاشو مشکل نداره همسایه من رقیق منه خود که تیاشو به دست خود به دست یک سری خوب خاله جو خیل بینی خیل بینی گوش کنی که پیش شما نفته بلگه وانشه نه دو جمع خاله خیل بینی خدا بریم بخیر بریم خیل بینی که تو من اینجا هستی خاله دیگه زنده باش داره برات خوبه بنده های داد بیداد خدا مرداد بود طولم نمیداد آخی سلام علیکم محمد تشتنی جنجور خیریته خیلی خیلی جنجور تیار هستی سلامت باشی کجا بدی؟ یار حساب کنیم من امروز برفته بدم حساب کنم نه بچه‌ست با باغچه بدم خوبه دیگه چیکار بگو مادر کجی به سر بغل بیدم میره رو به سر شما کی مفتک بچی میزه شده بیا مادر پیش تو کی بود صبح او دفعه صبح میگه مثل کدوم حاله نه صبح خاطر صبح ایزی رو بگرفتم بگرفتی من گفتم البته حال شما ازی برمیم با حال دوباره آورده بدتر شد البته هم صبح بدیم که بچی سر بغل بکشی یعنی با حالت نوجور بود همه بوده مامان امروز منتها سر شما مامان امروز ترقیدگی خیلی داره حواس شما باشه مال هفته کم زلاق شده پشت سر شما ضعیفه پشت سر شما و پشت پیاز یکیه یعنی چاره میکنی پشت سر چاره کنه همه پشتی ها مشکل نداره یک تبر ما این به الان می بشکنیم دیگه نه دیگه یک تبر بکدیم کلی شما بزنم مقبول پشت پیوند بشه چی پای چای برده بدیم ما برو مخونه برو خوبه الان سعی کنیم ما امروز میشه یک دم نکاجت و معرفی ندارم خب میشه یک دم مثال میگم از او غلا میایم بعضی غلا پینتر میان نمیفهمم اگر شما پرسون میکنم مثال به تعرا بگیم گیلک که هست به خونی خوانگای وقتی حیزه میگیره اما بگیم به داخل باغچی خواهم هست اونجلام حیزه میگیری تا نیه که به هر جا برای حیزه نگیره یعنی به تا باغچان در مدرسگاه رو بردی؟ اونا خود در مدرسگاه نمایه یک هفتهوی کتری اوی مایه خود کمی بلگ مایه بلگ بیت مایه سویست مایه بفهمیدیم بیشتر یاد بچه ها حیزه بون پونگ بیت میشم هر کس از ما سراخ کنه فقط یا به تاباقچه رای میکنه یا به در سراخ خیلی بینیم مامون دیگه دل جمع تشکر از شما سلامت دیگه کار امری باشیم زنده باشیم تشکر باشیم سلامت باشیم شاچ هیچ چی دیگه کار دیشی؟ نه